زن هستم 8 نفر در خانه دارم. یک تا یک بچه کلان است، گاهی کار میافته گاهی نمیافته. شوهرم 4 سال شده فوت کرده. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که خوب و خوش سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین. لیلا الحمد شما پروگرام های باران رحمت تماشا کردین از اول ما تا به حال. امروز در روز 28 ماه مبارک رمضان قرار داریم و با کمک و همکاری یکی از دوستا همکاران عزیز ما که اونا نخواستن که نامشان گرفته شود، ما به تعداد 20 پکیج مواد خوراکی برای خانم های بیوه و مستمن در نظر گرفتیم. ما فعلا موقعیت ما در ولایت کاپیسا ایسه اول و قریه زدخیل در اینجا آمدیم. انشالله که برادر عزیز ما پیش از پیش زحمت کشیدن اینا رو سروی کردن و ما این مواد خوراکی را گرچه کوچک است، برگ سبز توفه درویش در حدود 17 کیلو مواد غذایی است که شامل برنج و لوبیا و ماش و دیگه خرما و از این وسایل است. انشالله ایده برای خواهرای عزیز توضیح میکنیم. جهان سپاس از تمام کسایی که پروژه های باران رحمت تمویل کردن. الله متعال مزد مزید نصیبتان کنه. ما کوشش میکنیم که به دورترین نقاط بریم و وکالت را که برگردن ما شما انداختین با صداقت کامل انشالله او را ادا کنیم. انشالله توضیح را شروع میکنیم. بازم از تک تک شما سپاسگزار هستم. الله متعال در حفظ خود داشته باشتانه. توضیح شروع میشه. انشالله ما میشه که باز صحبت‌های بعض از خواهرها را داشته باشیم که زندگیشان ما پرسان کنیم تا در آینده بتونیم کمک‌های زیاد را برای این فامیل‌های مستمن برسانیم و بر زینا رسیدگی کنیم. فعلا شما را به الله متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان گرانقدر، حال یک مادر همراه ما هستند که از بین این مادرها که بیوه هستند همراه شما مشکلات خود در میان میگذارن. مادر جان میشه در مورد مشکلاتتان بگین؟ چرا نی؟ بیوه زن هستم 8 نفر در خانه دارم. یک تا یک بچه کلان است، گاهی کار میافته گاهی نمیافته. شوهرم 4 سال شده فوت کرده. خداوند جنت فردوس نصیبشان کنه. این توفه را برادرها بر شما تدبیر دیدن. ان شاء الله خداوند این برکت برته. اگر دیگه کمک اومد ان شاء الله به شما میرسونیم. سلامت باشید. تشکر. دعا کنید برای کسایی که کمک کردن. همیشه حق دعاگویشان هستیم. خدای پاک قبول کنه به دربارش که توفه را به ما داده. خدای پاک در دربارش قبول کنه برای ما. تشکر. از شما خیلی تشکر. دوستان عزیز، انشالله که سروی با صداقت صورت گرفته. هر خانمایی که جمعی می‌بینید کلشان مستمند هستند و یک بار دیگر ما بالای شما صدا میکنم تا در این پروگرام باران رحمت همکاری کنید تا ما بتونیم به تعداد کثیر از خانواده برسیم. انشالله توزیع شروع میکنیم. خواهرها را دیگه منتظر نمیمانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان گرانقدر، به خاطر از این که شفافیت پروگرام بر شما واضح شود، ما یکی از خواهرای خود اینجا داریم، همراهشان مصاحبه میکنیم، ببینیم مشکلات زنا رو بشنویم. تمام شما میفهمین که الحمدلله هویت زنا حفظ است. ما به خاطر انشالله به عزتی هیچ کس اقدام نمی کنیم، اما یک مجبوریت است. کسایی که وکالت دادن باید اونا بفهمند که کمکایشان به چی کسایی میرسه. مادر جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر. میشه در مورد مشکلاتتان بگین که بله یا چرا نمیشه؟ از ما خود ما این اصلا فعلا که در اقتصاد خود ما را ببر قصه کن که غیر از این خانم و کلگشان دیگه کل ما همین رقم هستیم. یک شاورم است که کمزور است، ناتوان است،
نگه آن کراچی چند وانی نفر میکنه. در خانه؟ در خانه 13 عیال هستیم. 13 عیال است. 13 عیال کارگر هستیم. در بین خانه کارگر یک کیست؟ هم شاورم است، بس خاله یک دانه بچه است که اون کارگر اون میرن میان کار نیست در بین. شکر خاله جان. این تحفه باران رحمت بر شما تقدیم میکنیم. ان شاء الله خداوند این برکت برته. جان تو. در آینده هم کوشش میکنیم دوستا اگر کمک کردن به شما برسانیم. زنده باشی بخیر باشی. سلامت باشی مادر جان. تشکر. زنده باشی. تشکر از شما هم خیر ببینید. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. عزیزان گرانقدر، یکی از بزرگوارا را همراه خود داریم، عبدالفرید جان، که امروز سروی کرده بودن واقعا کسایی که مستحق بودن، بیوزن بودن، اکثریت کسایی که مشکلات اقتصادی داشتن، اینا انتخاب کرده بودن. اول خزینه سپاسگزاری میکنم. حرفا را می داشته باشیم من حیث کلان از این منطقه چی گفتنی به باران رحمت دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب، اول سلام به خودت، به کارکنان دیگه. عفو میخوایم خیر ببینی با جمله همین مؤسسه‌ای که به شما به ما کمک کردن، همین مردم ها قابل کمک بودن. شما را هم خداوند خیر بده، برکت بده دیگه. کل مردم این احتیاج محتاج است دیگه. ایتو به دردشان خورد صاحب. رئیس صاحب که به مرده که یک قدر دوا بچکانه در گونه می‌سازیم. سلامت باشید. بخیر باشید. سلامت شما رو خیر بده که زحمت کشیدین، این مردمای مستمند پیدا کردید. این از برادرای ما دیگه کمک کرده بودن. چی گفتنی دارین ان شاء الله برشان؟ خداوند همین کسایی که کمک کرده، خداوند اجر عظیم بتهشان، برکت ببینن دیگه. تنها ماچه در هر جایی که کمک کردین برایشان دعا میکنن. مثل از را ما گفتیم برایشان دعا کنی که خداوند وارم عزت بده، قدرت بده که دیگه هم برایتان کمک کنه با وقت کل مردم برسه دیگه. جناب رئیس سلامت باشین. بسیار زیاد ایده دیگه پیش بر شما هم تبریک میگیم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. عزیزان ان شاء الله شما رو به الله منان میسپاریم تا برنامه بعدی ان شاء الله به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با